یک عمر در درون زمین است، در درون گلزار است، در درون تربوز و خربوز است، در دست کارتوشکا و پیاز است. یک عمری که داره همین مردک و مردک خوب و خیلی این پیشروی جامعه نیست دیگه. جشن ساده گفتوسی خیلی گفتی. این هر یک اونه که مقصد عید است حتما باید جشن گرفتن لازم. عید رمضان و عید قربان عید نیست؟ سلام علیکم. علیکم سلام. برادر شما خوب هستین؟ تشکر. داخلی صحبت نشیم. نفهمیدم. داخلی موضوع میشیم. بفرمایید. خب داخلی موضوع میشه. برادر همین شما گفته شده اینکه بیا همین مسئله سری دیگه توی مرد یوتیوب خاموش کن. داو طرف یوتیوب خاموش کن که موضوع صدای ما دوباره نبیاد. یوتیوب خاموش دیگه برادر. خب میریم. مرحمت. همین چیزا نمیفهمده. خب خاص کنم برادر شما میشم میگن تنقید کردین نسبت جشن و مراسم های فرض کردیم جمهوری تاجیکستان. خب جشن ساده گفتوسی. خب خیلی گفتی. این هر یک اونه که مقصد عید است حتما باید جشن گرفتن لازم. عید رمضان و عید قربان عید نیست؟ همش عید است. پس چرا کودکان رو لااقل از همو گشتن محروم کردن؟ اجازه نمیدن همو کودکان یک خرسنده بکنن مگر او در برابر صدق قدر قیمت نداره؟ در برابر نوروز و قدر و قیمت خودش نداره که چرا ایدهای سنتی ما که مردم دیگر 1400 سالشون مسلمان هستیم از این چیزها مردم محروم میکنن؟ تو گاو نکش، تو بخه نکش، تو دسترخوان نکن، تو این نکن اون نکن، اما روبر کشور میروه یک جشنی پوچ و بی‌معنی که صداش نام کردن یک دیگ 10 به 10 را پر از گوشت و برنج میکنه درگیرش رقص میکنه. مگر کدامش برای ما مهمتر بود؟ ایدی پر از پوچ خیلی چی معنی داره همون عید صداش؟ برای من منفیتی همون را عین حال بگو. چرا عید قربان، عید رمضان برای ما بزرگترین عید چرا به این اندازه جشن گرفته نمیشود؟ برای چی؟ برادر نه برای چی؟ مرحمت یکم سوال مرا جواب ده. آیا چند سال داری؟ 29 30 سال؟ چند سال هستی؟ خب ما سوال شما رو جواب میدیم که شما گفتین که چرا عید قربان عید رمضان نشده؟ خب تو نقض میدونید که در منبر بلند شما شتاگی هستین تنها تاجیکستانی عزیز ما رو سیاه گنده میکنید. ایرا دونسته مونیم که در تمام دنیا بیماری کرونا ویروس اوج کرده بود. این حالی که بیماری کرونا ویروس که نیست مقصد تمام عید و جشن ها رو ما علاقه جشن فرستاده ایم. مردکی خوب از سال 2015 صبر کن از سال 2015 16 17 18 19 20 21 قانون ها قبول شد دسترخوان مردم چین میکنن. عید و عیدگردک ها نیست. شما از کدام دریا میگه مرا یعنی که کرونا ویروس کی اومد به جنبه 2015 یا 16 یا 17 18 19 20 کی تنظیم و عنعنه و رسم و مراسم ها قانون قبول کردن کی بود؟ یک دقیقه وقتی شما گپ میزنید گپ ما رو گوش کنید. آخه خودت یک دقیقه خودت موضوع دیگه طرف میبری میگی کرانتین بود عید نشد. خب کرانتین بود عید نشد. من قانون تنظیم عنعنه سالهای پیش بود 4 5 سال پیش قانون قبول شده. من ایروزه را نمیگم. آیا در زمان همین قدر یعنی که چند سال داری مسلمان هستی چند سال هستی؟ در سال 2014 15 16 دسترخوان مردم چین میکردن خودتون در کجا قرار داشتین؟ مردک قانون قرار قبول کردن رحمانوف امضا گذاشت. من از روی قراری حکومت رحمانوف میگم من از آسمان میگم. قانون تنظیم عنعنه و جشن مراسم گفتن یک قانونی خلاف کنستیتوسیون کشور قانون قبول کردن. در همونجا ذکر شده است که دسترخوان یک نفر باید چند متر باشه. کدام عیدها در حق دارن. کودکا حق ندارن که روان به دیگر خانه‌ها عید بکنن. جوانها حق ندارن به مسجد بروند. آخه اینا چی بود؟ آیا همین را ندیدین؟ آخه برادر عزیز مرا گوش کنید ده وقتی گپ میزنی بگید ما هم گپ زنید سوال دادی جواب مرحمت جواب ده شما میگید جواب نمود در سرخون مردم چین کردن خیلی کرده کنی شما یک به من نشون دید و ببینم که در سرخون کدام مردم چین کرده هستند. همین قرار و قانون های حکومت رحمانوف قبول داری یا که نه؟ تمام قانون های جمهوری تاجیکستان قبول میکنم. در همه قانون های جمهوری تاجیکستان قانونی تنظیم و عنعنه و جشن مراسم ها گفتنی گپ یک قانون قبول کردن. در همونجا همش نقطه به نقطه ذکر شده است. برادر تو قبیلی قانون تنظیم عنعنه جشن مراسم من قانون تنظیم عنعنه جشن مراسم خوب نقض میدونم درک میکنم لیکن یک شیر فراموش نکن که
اسرف میگن اسرف گفتو چی خودو دسترخوان مردم چین میکنن کنه که یک تشه برای من نشون ته فقط همین نمایش دادی محترم جناب اولی رو کیم کدام آدم در نزد سمالیات و در نزد مقصد ماشین ها اینا ماشین کرده خیلی کرده سمالیات های پیش اصل 2021 اختراع کردن و خیلی در سال 2021 اول دو ماه سپارش دگینه خیلی سمالیات اختراع میکنه. این سوال مرا جواب دادم میتونی مرا درست این مردکی خوب من منظورم که عصر 21 الکای مردم یک اختراعات علم و تکنولوژی نو در رفته است میفهمی رحمانوف از روزی اومده است دگید دگو اشتپا و این چیزهای در عصر 21 است که خودتون در کیم کدام دولت دیگر قرار دارید چشماتون کور شده تاجیکستان عزیز ما را نظر نمیکنیم اخی همین را من نمیبینم کنش هم دیگمون اخی خاک دستای همین دیگ بهم دیگه برایت نشون میدیم اخی نخو همین را نبینم اینا مرحمت این همین اصل 21 همین اینا اصل 21 اینا همین نمیبینم من چشمم کور نیست که من همین را نبینم تاجیکستان دیگه چی شو ببینم بگو برای من بگو چی دستاوردهای حکومت رحمانوف 2021 2020 مرحمت برادر همین موضوع گذشته تا همین سوال دادی همین سوال من تو جواب نگیرم سوال دیگه نمیری دستاوردهای 2021 من کنار میگذارم 2020 2020 بمون یک طرفه نه قانون درباره تنظیم گپ بزنی بگذار من برای تو پس همینجا تنظیم کجا میشه مرحمت این همین دیگه آشا ببین 10 به 10 تنظیم کجا میشه چند تون برنج رفته گرد تنظیم کنیش باید دیگه با تمام مردم نیازمند تقسیم کرده میشه آدم را میفهمی عقل و فراست نداری برادر خود در درگششتی ما با این مردم چی بگم ای مردکی خوب دیگه درباره تنظیم بگذار سوال ما را جواب سوال گوش کوخی کدام سوالا داخلی دیگه 10 به 10 برادر بله دیگه 10 به 10 20 به 20 دانستم که اون دیگه با تمام مردم تقسیمات کرده میشه دروغ میگین با تمام مردم دیروز در وحدت جشن صدا بود من میدونم مردم وحدت من میدونم خب کن صبر کن مردم وحدت قسم به خدا میگه که رئیسان و همو گرد اطراف که بودن سیتکه ها در برنج آش همیخه چپه کده دزدیده استیان من از داخل همو وحدت روز جشن صدا ما گپ زدم قطعا مردم من شاهد دارم که ان شاء الله هموطنایی که من از وحدت میشنوین ببراین اثبات بکنه که در وحدت جشن صدا گذرانده شد یک دیگه آش مونده بودن همشه همو محافظا همو رئیسای جماعت همو کسایی که گلستوک دارن سلفن دزدیده خانه هاشون بودن دروغ میگن در همین گیرد اطراف یگام مردم بیگانه نیست یگام کس همش رئیسای جماعت است زنهای رئیسای جماعت است دخترای رئیسای جماعت است گیرد اطراف خودتون دروغ میگن گویا که رحمانوف قطعی مردمی کم بیزاد رفته است واخود است دیگه برای مردم میداد است چی دروغ میگن شرم نمیدارین از خدا دروغ میگن در روز روشن برادر تو خودت شرم دار که دروغ گفتاسی اویا مگر مرحمت سوال برنامه 7 ساله رحمانوف چی بوده مرا بگو و وقتی که یک سوال جواب نه تی سوال جواب ته مثلا این مقصد برات میگم تا رحمانوف خب پیش از آنه که دوباره پرزیدنت قبول شود درست است که هر یک رهبر کشور وقتی که نامزد میگذاره برنامه خودش داره یکی از برنامه‌های مهمی رحمانوف چی بود برادر عزیز وقتی که شما گفتین که یکی از برنامه‌های مهم حکومت رحمانوف یعنی که خود رحمانوف چی بود خرگوش وارد در بین بازی نکرد یکی از برنامه‌های مهمی که رحمانوف می‌خواست پرزیدنت شود به مردم پیشنهاد کرد چی بود نمیدونی من میگم اگرصناعتی کشوری اگرصناعتی کردن تاجیکستان یعنی که با کدام راه امروز رحمانوف به ولایت سوق سفر کرده است اگرصناعتیش آیا همین دیگ است رحمانوف باید در هر یک سفرش الکه این مرحله را بگذره خب یک کمی وسیع‌تر یک کمی دیدگاهش دورتر خب روان از یک کندنی‌های فایده بخش یک زمین یک کانهای طلا یک تکنولوژی جدید یک چیزهای نو باید اختراع بکنه یک از سلفی‌های جدیدتر بکنه یک عمر در درون زمین است در درون گلزار است در درون تربوز و خربوز است در دست کارتوشکا و پیاز است یک عمری که دوره می مردک و مردک خوب اخیب این پیشروی جامعه نیست دیگه من برای چی اول ها از بالا گرفته اومدم که عصر 21 است
من نمیگم که 2021 عصر 21 خب عصر 21 تکنولوژی جدید معارف درست فرهنگ سیاست من از بالا اومدم که تو که این سوال برای من نتی تو اینجا دکی شما چیکار کردین برای مردم شما از کجا میدونی قدری فرهنگ ای مردکی خوب این چیزا یک چیزای که نشده است فرهنگ است درست است اما باید ملت پیش بره کو مردم باید زندگی بکنه کو نمیشه واسه یکمون صدا بگوی مردم همون صدا بگه شکم سیر بشه نه باید تکنولوژی باشه پس کارخانه باشه باید پیشروی ترقیات این باشه باید این سال 1980 برای من یک نشان تکین که همین حالتا بود تنه گفتن کدام حالتا برای من یک کدام حالتا کدام حالتا کدام حالتا با تماشا کنم کدام سالهای 80 کدام حالتا صبر کن سالهای 80 کدام حالت و چه خیلی کنه نشده سالهای 80 کدام حالت سالهای 80 کدام حالت نشون دهیم سالهای 80 تکستیل ما سه بخش در مردم کار میکرد تکستیل فابریکا که ما داریم در سه بخش 24 ساعت کار میکرد آیا امروز کار میکنه کار نمیکنه در یک بخش کاری درست نمیکنه دروغ نگین مردم فریب نکنین نه مردم برین تکستیل فابریکای ما را ببینین در چند بخش کار میکنه در زمان شوروی تمام کارخانه های ما 24 ساعت کار میکرد مسلجیر روغن تاجیک خب زواد فابریکای شیرین تکستیل آلومینی زواد کارخانه های بزرگی که ترانسفورماتور یخچال پامیر ما بزرگترین کارخانه ها داشتیم در زمانی که شوروی کار میکرد مردم قوای برق داشت شما برای مردم چی دادین در زمان استقلالیتون در این بخش بازی نمایند عقل و فراست داری برادر خودت از جای دورگی میشینی بلکت میخونه یک بار چشمات کشون با دقت تماشا که تاجیکستان عزیزی مورا مرحمت پیشرویش دستاورداشو بگو بیا همین سوالات داد بیا خیلی سوال جواب ده دستاوردهای 2020 حکومت رحمانوف مرحمت دستاوردهای حکومتی چی گفتی؟ جمهوری تاجیکستان در سال 2020 خب ببین که محترم امام علی رحمان در سال 2020 به نهایت مقصد این شویتوری که بود همون را مشد کدام نام دارن یعنی نام دارن اگر برای شما لازم باشد دستاوردهای جناب عالی در سال 2020 در نظر اینترنت فراوان شده نه تو بگو من میخوام از زبان تو بلبل صنعت بشنوم بس من میخوام که نیاکرت خیل یه دقیقه صبر کن من میخوام که از زبان تو بلبل صنعت بشنوم که دستاوردهای 2020 حکومت رحمانوف بیا همین سوال دادین شما دیگه سوال ندارین نداریم مدام از رحمانوف دفاع میکنی برای من سه دستاورد چه بگو در سال 2020 رحمانوف برای این مردم چی دستاورد داد در کدام بخش بیا ما برادر شما را عموما نفهمیدم شما مقصد درستی گپ چه گپ زنم شما قطع سخن راندن کنیش نه خدمت سخنرانی دشوار است برای که نداری برای که دستاورد نیست برای تو میخوای پتی به فایده بکنی میخوای که در چهره ما نشون دیگه انا شما بیاین چشماتون قدی ببینین اوخای تو دیدای برای ما بگو ما ببینم دستاوردهای 2020 کدام فابریکا کدام تکنولوژی کدام علم کدام دانش کدام بخش تمام بخش ها فرسوده است بانک ملی قرضدار بلخ تاجیک قرضدار رایاهند قرضدار فرودگاه قرضدار مالیه قرضدار معارف قرضدار تیپ قرضدار که جاش ما برای تو بیارم کنیش شما گفتن حیفه برای برو بخیر بروز نداری من نیاز ندارم من شما نگو هرچی میخوای بگو